امروز آوردمتون اینجا، میخوام کوه ریگ رو بهتون نشون بدم. کوه بسیار زیبا، بسیار جذاب. این قله کوه خیلی زیبا، در طول سال معمولا برف زیادی رو در خودش جای میده، اما هدف من از آوردنتون اینجا این نیست که این کوه رو نشونتون بدم. قبل از هر چیز یه توضیح بدم نسبت به این کوه. این کوه اون طرفترش که برید طرفای پشتکوه فلارد که وصل میشه به این کوه، چاهای پلم نفت زیادی داره. قبل از انقلاب اینا رو احداث کردن، اما پلم هست برای روز مبادا. منتها هدف من که اینجا آوردمتون نشون دادن یه پدیده زشتی در سایه این کوه هست که الان انشالله با هم حرکت میکنیم و میریم به طرف اونها، انشالله که مورد توجهشون قرار بگیره. البته باید مسئولین توجه کنن، اون دیگه به خودشون ربط داره. میریم که بریم، حرکت میکنیم. زباله‌های شهرداری رو اینجا خالی میکنه. بوی خیلی بدی هم میاد. یکم سریعتر بریم برسیم به اون پدیده‌ای که میخوام براتون نشونش بدم. خدا قوت. آیا نمی تحصیل چرا؟ نه همه زیرنویس ترجمه خودشون دارن، شبکه دارن. ترجمه دارن، همه ترجمه کردن. ما یاور گویا سریع کیوه میره و مونی گو بوزی کنین چی کنی گون کنه پا من کنه یاور نمیگو النقیب النقیب و میلو و زهر برافاتی همین سرشون و قمه و زمان تو زهر شدیم فلان شدیم نقش بازی کنا آقا پیسه اینو نوتون ایخرن قشن یا نه؟ نه چه بکنیم شونه و روز کنیم مجبوریم هیچ نمیدونیم چه بکنیم بدبختیم آواریم کرانشونیم واقعا هم سخته. مخم هم دوره گردم ماشین زی او رو علامه گم یه سری هم ایشا بزن. من روزی 4 ساعت منال کوری بری خرد 4 ساعت من خورد فقط یه روغنی بوده هیچ بوقی داشت نیست. الان هم خود دوره انتخابات نمایندلم که خودتون دونین چخان و منتو ایران جاران کلوفتال پلیدن جاران کلوفتال و بعد وقت اصلا نیان دیوریم. آره دیوری با اصلا نیان. بله از جاران کلوفت بزرگ دست چهار میرن تی همو پلیدن همو هو رسم می‌ذارن. آقا به هر حال خیانتی کنن ولی خب آخرش باید جوابگو بودن. آخرش بود دنیا شاد جواب. انشالله خیالت راحت ببین خداوند بالاخره همون که اینه که جا حق گره به خدا ارچی خدا بخواه همون انشالله هیچ شاعل نفت کو قسمتن دقیقای با میری شاعل نفت همین سر موازه کوریج سر همین یه چدیه درست بله به دورا چای نفت میتونن اون بچشن بیان که مردم راحت کشاورزی کنن داخل رو علم بخرن. این چای نفت که اینو تأسیس کردن؟ مال زمان ایتالیا زمان شاه. درست الا او خونه خرسون آتشگان رن 300 به 4 زمین. بله برن 30 دو طرفن. واقعا متاسف. به تمام شکایت یاسو نه زلوش میگیره. واقعا متاسف. او نه نجیمونی آب بخوریم. میخوام بولش برو یا. واقعا حق یه ایرانی نیست که الان مثلا اینطوری بخواد زرج بکشه و ما الان اوجیبونی ها این زمینه همش تشنه اون این نزدیش بیانی رو بالاخره هی 100 تا کارگر ایروی بالاخره کاری کنه درست یه اویوری کنه بالاخره چه جیر شای. واقعا خدا هر کی ظلم میکنه لعنتش کنه به حق ما. آقا دستتون در نکنی بخشین و مزاحمتون رو بی ما شرمانده باید ببخش.
من پیشم ز دوریت ما بمیرم من به خاکستر نشینی عادت دیرینه دارم سینه مالا مال دردم دلی یکینه دارم پاک بازم من ولی در آرزویم عشق بازیست مثل هر جنبنده‌ای من هم دلی در سینه دارم من عاشقی عاشق شدم من عاشق شدم من عاشقی عاشق شدم من عاشق شدم الانم دقیقاً موقع انتخاباته. این خیلی ناراحت کننده است. نماینده های موقع که میشه میان دست همه رو میبوسن. واقعا من این افرادی رو که الان فیلمشون رو براتون گرفتم میشناسم. انسانای بسیار شریفی هن، خانواده دار، منتها مخارج زندگیشون رو باید یه جوری تامین کنن. حالا بعضیا میگن آقا خب برن یه کار دیگه انجام بدن، نمیدونم فلان کنن بهمان کنن. همه خب شاید نتونن به جایی برسن. شاید تو زندگیشون شما که نیستید ببینید چقدر مشکلات دارن، چقدر فشار روشونه. مجبور شده بنده خدا با این سن اومده اینجا داره زباله گردی میکنه. اینجا پشه ها و بوی گندش آدم اذیت میکنه. الان هم تو آستانه انتخاباتیم، نماینده های مجلس. نمیدونم واقعا چی بگم، چی دارن که اونا بگن. از خدا نمیترسن. این همه ادعا، این همه جانماز آب کشیدن. گفتم اینجا چاهای نفت پلم شده از زمان قبل از انقلاب هست. دیگه نمیخوام حالا بحث سیاسی کنم، اما خودتون بیاید نماینده‌های مجلس بیاید اینجا نگاه کنید ببینید میتونید 2 دقیقه اینجا وایسید؟ واقعا میتونید؟ به خدا اگر 1 دقیقه وایسید بعد میرید اونجا اصلا حیا نمیکنید، شرم نمیکنید. واقعا برای خودتون میگم، منم یه آدم معمولی مثل بقیه. حالا امیدوارم خدا خودش یه لطفی کنه. خب برگردیم بریم خونه. بریم تلویزیون داریم اونو بدیم تعمیرگاه، لااقل تلویزیون رو درست کنیم برای آقا مرزاد علی آقا برن برنامه کودکشون رو نگاه کنن. انشالله اونا بزرگ بشن شاید چیزهای دیگه تغییر کرد. خدا بزرگه. نمیدونم. بعضی ها میگن آقا خب درس بخون. بعضی ها درس خوندن اوضاع خوبی هم ندارن. بعضی ها میگن برو آقا تو تجارت، تو بازار، اوضاع بازار با این شرایط. اینا هم که خودش تکلیفش مشخصه. اونایی که خیلی زرنگن، اونا تازه با 1001 کمک، 1001 دوز کلک میتونن زندگی معمولیشون رو بچرخونن. من نمیدونم. به هر حال همه جور انسان هست، اما واقعا حق ما و حق این بندگان خدایی که اینجا نیست. ای کاش خیلی از سیاست‌های غلط اصلاح بشه و الا همه درست میشه. زندگی همه درست میشه. اگه میشه درست نشه خیلی راحت هم درست میشه. منتها نمیخواد. حالا اونی هم که نمیخواد میدزدن میبرن. اینش دیگه نمیدونم والا چی بگم. اینقدر ناراحتم اینا رو دیدم. من خودم با ماشین میگردم، اوضاع خودم برام سخت بود. الان که اینا رو میبینم اینجا دیگه غم و مشکلات خودم یادم رفته. اینا از من خیلی سخت‌تر دارن کار میکنن تو این شرایط، تو این زباله ها. منی که خودم تو کار ضایعاتم اصلا 1 دقیقه نمیتونم تحمل کنم تو این آشغالای شهرداری. بعد اینا از روی جبر و مجبوری مشکلات زندگی میان اینجا. نمیدونم خیلی اعصابم به هم ریخته، ناراحتم. بذار بزنم کنار یه چای چیزی
درست کنم اون جایی که تمیسته رو بهداشتی تره، شاید کمی اعصابمون راحت شد. فعلا واقعا آخر عاقبت آدمی یه وجب جا بیشتر نیست. تا یه لطیفی هم براتون تعریف کنم. حالا که قبرستون رو دیدیم، واقعا ما فاتحه خودمون رو فرستادیم. من تا بذار یه لطیفی براتون تعریف کنم که حالمون عوض بشه. میگن یه بنده خدایی مرد، بعد نکیر و منکر میان بالا سر شب اول بهش میگن نماز خوندی؟ بگه ای بابا بذار تازه برسم، مثل که تازه مردم ما. گفتم اینم بگم لااقل یکمی حال هوامون عوض بشه. خب بریم برای ادامه زندگیمون. بالاخره زندگی جریان داره، باید یه جورایی از این رودخونه شنا کنیم. دانشگاه پیام نور.